الله برش گفت که ای محمد صلی الله علیه و سلم نون والقلم و ما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اگر کلی کفار تو را مجنون گویند تو مجنون نیستی، تو محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. کسی که عزت مسلمان موحد نمیشناسه الله میگه منافق است. چرا الله میگه ولله العزة ولرسوله، سومیش وللمؤمنین. چرا ما را افراطی میگن؟ چرا سر ما 200 نام میمانن؟ چرا این نام را میمانن؟ ای چی میگه؟ لا اله، نیست هیچ معبودی به حقی که عبادت شود. یعنی 360 بود چلیپا، یعنی قوم پرستی چلیپا، یعنی زبان پرستی چی؟ چلیپا. سابق چی میگفتن؟ دیوانه هستی، مجنون هستی، ساحر هستی، فلانی هستی. حال چی هستی؟ حال یک کمک مردم عصری شده. سابق تلویزیون نبود، اینترنت نبود، واتساپ نبود، این اصطلاحات هم نمیفهمید. مردم کلاسیک، اصطلاحاتش هم کلاسیک. حال دشمنان مدرن، اصطلاحات هم باید چی باشه؟ مدرن باشه. حال ساحر و مجنون گپا که بگوین همیشه. حال چی میگن؟ تروریست است، اکستریمیست است، فاندامنتالیست است، بنیادگرا هست، خوارج از فلان از فلان است. از این خاطر وقتی که برای مردم گفتی که لا اله الا الله این تو معنا داره، شیطانای انسی و جنی باز میخیزن سرت اتهامات میکنن. چرا ما را افراطی میگن؟ چرا سر ما 200 نام میمانن؟ چرا این نام را میمانن؟ بعد یک روز یک کسی چی میگه؟ والا استاد خودت هم دعوت دینه میکنی، ملا هستی، من هم ملا هستم، در مقابل تو کلگی استاد است، در مقابل من هیچ کس غرض نمیگیره. تو هم جانشین پیغمبر هستی، من هم جانشین پیغمبر هستم. من گفتم فرق بین ما و تو این است که تو جانشین پیش از 40 سالگیش هستی، من جانشین بعد از 40 سالگیش هستم. رسول الله صلی پیش از 40 سالگی بت پرست مید که با بت عبادت میکنه، هیچ چیز نمیگفت. کلگی میگفت او محمد امین، محمد طیب، محمد طاهر، والله جاء محمد. اون میگه محمد آمد. علی حجر الاسود کی در جایش بانه؟ او میگفت امین بانه. صحیح؟ اما رو سیگو مقدس ترین چیز بهشان حجر الاسود بود. حجر الاسود چه وقت برازی میگه او محمد، الله جاء محمد الامین الطیب الطاهر، تعال یا محمد. با حجر الاسود فی مکانه بانده. حجر الاسود در کجا بانده؟ جایش بانده. میگفتن نمیگفتن؟ وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم 40 ساله شد، برش گفته شد که وانذر عشیرتک الاقربین. اول از خانواده شروع که ای پیغمبر به خانواده خود صدا کرد که ای خانواده من لا اله الا الله قولوا، بگوید لا اله. ابو جهل و ابو لهب سعی کردن. ابو لهب لالا چی میگی؟ ابو جهل کاکا گفت خبر نداری که او امین طیب طاهر چی میگه؟ گفت چی میگه؟ گفت ما در مقابل این بت‌ها 360 بت است، 360 بلند منزل است. یک کس توت میاره، یک کس تلخان میاره، یک کس بز میاره، یک کس شتر میاره. قرار شیشتیم خورده میریم. ای چی میگه؟ لا اله، نیست هیچ معبودی به حقی که عبادت شود. یعنی 360 بود چلیپا، یعنی قوم پرستی چلیپا، یعنی زبان پرستی چی؟ چلیپا. گفت چطور کنیم حاله؟ تباه شدیم. لا اله الا الله خانه ما را خراب کرد، تجارت ما را خراب کرد، جیبای ما خالی شد، مجبور هستیم خود ما بریم مزدوری کنیم. گفت چی کنیم؟ گفت نامایش تغییر بدین، برش بگوین که کذاب است، ساحر است، مجنون است.
الله برش گفت که ای محمد صلی الله علیه و سلم نون والقلم و ما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اگر کلی کفار تو را مجنون بگویند تو مجنون نیستی، تو محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. منتها اصطلاحات فرق میکنن. سابق چی میگفتن؟ دیوانه هستی، مجنون هستی، ساحر هستی، فلانی هستی. حال چی هستی؟ حال یک کمک مردم عصری شده. سابق تلویزیون نبود، اینترنت نبود، واتساپ نبود، این اصطلاحات هم نمیفهمید. مردم کلاسیک، اصطلاحاتش هم کلاسیک. حال دشمنان مدرن، اصطلاحات هم باید چی باشه؟ مدرن باشه. حال ساحر و مجنون گپا که بگوین نمیچله. حال چی میگن؟ تروریست است، اکستریمیست است، فاندامنتالیست است، بنیادگرا هست، خوارج از فلان از فلان است. از این خاطر وقتی که برای مردم گفتی که لا اله الا الله این تو معنا داره، شیطانای انسی و جنی باز میخیزن سرت اتهامات میکنن. تو ساحر هستی، تو مجنون هستی. حال نمیگه، حال میگه تو تروریست هستی. ما تروریست هستم. تو چی کاره هستی؟ یک روز یک کس برای چی میگه شما تروریست هستین. من گفتم بله. خودت چی کاره هستی؟ گفت من یک پیلوت هستم. ماشاءالله. پیلوت چی هستی؟ پیلوت طیاره‌های جنگی هستم. یعنی چی؟ یعنی بمبارد میکنم، یعنی میکشی. و من کتاب دستم از درس میدم. حالا تو تروریست هستی یا من تروریست هستم؟ از این خاطر اصطلاحات تغییر میده و کسانی که برادرای عزیز سر مسلمان نام میمانند، مسلمانی را که الله میگه عزت داره، ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا یفقهون. کسی که عزت مسلمان موحد نمیشناسه الله میگه منافق است. چرا الله میگه ولله العزت ولرسوله، سومیش وللمؤمنین. به عزتی مسلمان با چی میشه؟ با اصطلاحات منفی که تو تروریست هستی، تو افراطی هستی، تو بنیادگرا هستی، تو فاندامنتالیست هستی، تو خوارج هستی، تو وهابی هستی. این کلش اصطلاحات انگلیس است که در بین مسلمان ها ترویج میکنن و مسلمانی که بلبل وار گپای انگلیس تکرار میکنن در روز قیامت که انگلیس حشر میشه. عزت مسلمان ها باید بشناسی. عزتی که برای مؤمن موحد الله داده. عیب مؤمن موحد پیش کافر چی هست؟ چی هست؟ عیب شمی هست. و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون. وقتی که توحید الله را بیان کنی باز قلب های انسان هایی که ایمان نداره در چی میآید؟ لرزان میشه. استاد چرا توحید میگین؟ ما مسلمان نیستیم. ما از پدر مسلمان هستیم. خب پدر چی کاره بود؟ پدرم در حزب دموکراتیک خلق افغانستان. خب از پدر کافر. پدر کلان چی بود؟ او هم به سوسیالیسم زیاد علاقه داشت، کتابای لینن هم میخوان. خوی از پدر کلان هم کافر. خودت چی کاره هستی؟ والا ما دیگه فعلا چون بلاک شرق سقوط کرده بلاک غرب قوی، حالا من این طرف میلان دارم. پس خدا که تا از دایره ایمان خارج